دمیر خوش اومدی. من گفتم خوبم، لازم نبود تا اینجا بیای. دکتر گفت ایلول خانم باید یکم استراحت کنه. ما هم اومدیم اینجا یکم با هم حرف بزنیم. میخواستیم غذا سفارش بدیم، برای تو هم بدیم؟ نه نیازی نیست، گرسنه نیست. تو یخچال یکم از اون سالادی که با روغن زیتون درست کردی مونده. وای ایلول خانم حتما باید امتحانش کنین چون واقعا خوشمزه است. بهترین سالادیه که دمیر درست میکنه. همین الان میارم. با پرتقال و کرفس درست کردی؟ تو اینجا چی کار داری ایلول؟ لروکس منو دعوت کرد. من میرم. لروکس جون اصلا زحمت نکش، من دارم میرم. کجا میخواین برین؟ همین الان اومدیم، هنوز غذا نخوردیم. من یه کاری داشتم یادم رفته بود. شما غذاتونو بخورین. بازم بابت امروز خیلی ممنونم. خواهش میکنم، اما اینطوری فکرم پیش شما میمونه. حداقل یه نیم ساعت میموندیم. ممکن نیست. بازم ممنونم ازتون. اما ایلول خانم چطوری میخواین برین الان؟ من از اینجا یه تاکسی پیدا میکنم، شما زحمت نکشین. بعداً میبینمت. دمیر ببین خیلی بد شد. من با دکترش حرف زدم، نباید تنها بمونه، باید استراحت کنه. تنها سوار تاکسی نشه. میشه تو برسونیش لطفا؟ باشه میرسونمش. تو میخوای چی کار کنی؟ من غذامو میخورم و میرم شرکت. اونجا میبینمت. بیا من میرسونمت. دمیر واقعا نیازی نیست، لطفاً برو داخل. به اندازه کافی همه چی به هم ریخت. ایلول خواهش میکنم اینجا صحبت نکنیم، زود باش. ایلول دمیر من واقعا نمیدونستم، قسم میخورم. اگه میدونستم به هیچ وجه نمی اومدم خونتون. باشه میدونم، تقصیر تو نیست، تو هم نمیدونستی، لروکس هم نمیدونست، تقصیر من بود. چیزی لازم نداری؟ میشه 2 دقیقه بیای تو؟ چیزی میخوری واسط بیارم؟ زود میرم، باید برگردم شرکت. فهمیدم. اینجا خیلی خاک داره، اینجا حالتو خراب میکنه. میتونی کارگر بگیری تا اینا رو برات جابجا کنن. دمیر ببین من واقعا نمیدونستم، یعنی حد زده بودم یکی توی زندگیت باشه، اما اصلا فکرشو نمی کردم لروکس باشه. من
واقعا فکرشو نمی کردم. خیلی اشتباه می کردم. ببخشید. نگاه نکن میخندم چون اعصابم خیلی خورده. من فکر میکردم تو با آیدا رابطه داری. آیدا؟ این دیگه چجوری به ذهنت رسیده ایلول؟ چه میدونم، اون روز وقتی دیدم با هم خوشو بش میکنین، یعنی اولش خیلی تعجب کردم. آره دختر با نمکیه، اما خب به تو نمیخوره. الان میخوای اینا رو بهم بگی؟ کی به من میخوره کی بهم نمیخوره؟ آره حق داری. ببخشید. اینقدر از من معذرت خواهی نکنه ایلول، این خیلی اذیت کننده است. خب پس چی کار کنم؟ دو تا دوست که خیلی خوب همدیگر رو میشناسن نمیتونیم رفتار کنیم، مثل دو تا همکارم نمیتونیم رفتار کنیم. پس تا ابد باید نامزد سابق تو باشم؟ من میرم، تا هم یکم استراحت کن. به اندازه کافی امروز اذیت شدی. نمیخوام درباره این چیزا حرف بزنیم. دمیر لطفاً حداقل اجازه بده یه قهوه برات درست کنم. 2 دقیقه از وقت تو بده به من، بعد هر کاری خواستی بکن. باشه؟ میخوام در مورد یه موضوعی باهات حرف بزنم. خواهش میکنم. فقط 2 دقیقه. لروکس کجا بودی؟ وای ببخشید نتونستم تماس بگیرم. مهم نیست، اما دمیر اینجا سراغتو میگرفت. یکم ناراحت بود، مشکلی که پیش نیومده. از منم سراغ ایلول خانمو گرفت. مگه امروز با هم نرفتن جلسه؟ چرا رفتن؟ اما ایلول خانم حالش بد شد، من بردمش بیمارستان. خیلی حالش بده. نه بابا، مگه چی شده؟ یه کاری کرده اونم قش کنه. رفتار عادی این آدم همینه، عوض نمیشه. براک جون، ایلول خانم آسم داره، برای همین از حال رفته. دمیرم اونو رسون خونش. الکی به دیگران تهمت نزنیم خب؟ باشه. ببخشید نمیدونستم آسم داره. باشه تو برو، من یه زنگ به ایلول خانم بزنم. اینم عجیبه اول رو تو غیرتی میشد، الانم انگار به ایلول خانم حسودی میکنه. خیلی خنده داره. باشه فهمیدیم از ایلول خوشش میاد. دمیر رو چرا قاطی میکنه؟ الان بازم اینجا دمیر رو مقصر اصلا. ببینم ایلول خانم حالش خوبه؟ آره بد نبود، احتمالاً خوبه. آیدا راستی به تبریک میگم، بالاخره کارو گرفتی. واقعا میگی؟ آیدا جون تبریک میگم عزیزم. اما من که کاری نکردم، همه کارا رو دمیر خان انجام داد. نه اون مشتری رفته بود. ایلول خانم زنگ زد و ازشون یه فرصت دیگه خواست. اونم مثل دمیر خان هر کاری بخواد میکنه. واقعا خوب شد که اومد. آیدا خیلی خوشحال. ممنون عزیزم. دخترا امشب میخوام دمیر رو سورپرایز کنم. چند تا ایده دارم اما باید یکیش رو انتخاب کنم. میشه به هم کمک کنین لطفا؟ البته که کمک میکنین. بیا پیش خودم عزیزم. ببخشید. بله براک، خوبم نگران نباش. هر از گاهی اینجوری میشم. نه نیازی نیست، یکم استراحت میکنم خوب میشم. ممنون. میبینمت. خداحافظ. تو شرکتم همه خبردار شدن من مریض شدم. شاید باور نکنی اما خیلی خوشحال شدم. امروز 2 ساعت با لروکس بودم.
اما سریع فهمیدم که خیلی دختر خوبیه. نمیخوام با تو در مورد لروکس حرف بزنم ایلول. حق داری. اما وقتی من بهت گفتم دوست دارم، منظورم این بود که هنوزم دوست دارم دمیر. وقتی آدم واقعا یکی رو دوست داشته باشه، دوست داره اون همیشه خوشحال باشه. میخوای باور کن، میخوای نکن، اما من موقع رفتن نمیخواستم دلتو بشکنم. اما دارم میبینم که چقدر بهت آسیب زدم. دیگه نمیخوام اینطوری باشه دمیر. برای همین خواهش میکنم که با اون دختره، یعنی با لروکس، به خاطر من بد نباش. البته که به خاطر تو با لروکس همچین کاری نمیکنم. فقط نمیخوام بدون هیچ دلیلی لروکس ناراحت بشه. تو عاشق اونی؟ آره. بله. از نگاهات فهمیدم، اما ترسیدم یه وقت اون خونه چیزی خراب بشه. من اون نگاهو خوب میشناسم. این صحبت به جایی نمیرسه. دمیر لطفاً، من نیومدم اینجا رابطتون رو خراب کنم. حتی میخواستم فوراً، یعنی همین فردا برم، اما به هیئت مدیره یه قولی دادم. باید امور مالی آرتمیمو درست کنم. تو زندگیت هیچیو به خاطر من خراب نکن. من تو اولین فرصت از اینجا میرم. بهت قول میدم. به من نمیخواد قول بدی ایلول. تو کسی نیستی که پای قولات بمونی. هیچ کس مثل قبلش نمیمونه دمیر. منم دیگه اون زنی که تو یادت بود نیستم. درسمو گرفتم. انتظار نداری که حرفاتو باور کنم، درسته؟ فقط میخوام یکم صبر کنی. کارا رو راست و ریست میکنم و تو اولین فرصت بی سر و صدا از اینجا میرم. تو این مدتم از تو فاصله میگیرم. کسی هم ناراحت نمیکنم. اعتماد به تو سخته. واقعا شرمنده‌ام. من نمیخوام از هر کارم و هر حرکتم اشتباه برداشت کنی دمیر. اینجوری کار کردن تو شرکت خیلی سخت میشه. من نمیخوام مدام مقایسه بشم. اونم اینو نمیخواد، اما این ناخواسته پیش میاد. قبول دارم همه چی واسه تو مشخص و واضحه، اما تو ذهن اون علامت سوالای زیادی درست میشه. ارزششو داره. میدونم این برای تو خیلی سخته، اما میخوام که برای آخرین بار به هم اعتماد کنی. تو اولین فرصت برمیگردم لندن. به اون آدم اعتماد نکن. براک، متوجهم، میدونم، اما اونم فقط یه بچه متفاوته. استراحت کن ایلول. ببینم لروکس رفت. یه کار مهم داشت، برای همین زود رفت. ساعت کاری هم که تموم شده. شما چرا اینجایین؟ من دلم نمیخواد برم خونه. با عزمی که داشتیم به کارای فردا یه نگاه می‌انداختیم. منم برای گالری نقشه میکشم. وقتی دمیر خان بیاد میخواد بهش نشون بده. تو منتظر دمیر خانی؟ اون به من زنگ زد گفت امروز نمیاد شرکت اصلا. راستش من چون تو اینجایی موندم، قدرم را بدان. ممنون فرخ. خواهش. دوستان شما هم کارا رو برا کنید و هر چی زودتر برین خونه استراحت کنید. آیدا جون، رئیس تو هم رفته، میتونی بری. خب دیگه میبینمتون. خدافظ رئیس جون. آره ببین اینجا رو باید حواسم خیلی باشه. من دارم میرم هپی پای. زود باشین شما هم بیاین. وای منم میام آیدا جونم. دلم نمیخواد برم خونه دیوارا رو نگاه کنم. وای باشه منم میام یه دو کلمه با هم حرف بزنیم. شما بیاین فرخ جون. باشه خیلی خوب میشده، اما امروز نمیشه. یعنی باید زن اسبقمو ببینم. چه حرفا؟
میبینمتون فراخان. خدافظ. دوبله شده در استودیو جم. الو عشقم. میخواستم بیام شرکت دنبالت اما یکم دیر شده. هنوز اونجایی دیگه؟ آره من تو راه. متاسفانه اومدم. دمیر میدونم خسته ای، صبحم زود بلند شدی، اما من تحمل نکردم برای امشب برنامه ریختم. خیلی خسته ای؟ حس و حال داری؟ برای تو همیشه حس و حال دارم. بگو ببینم برنامه چیه؟ نمیگم دیگه، سورپرایزه. آدرس میفرستم خودت بیا. لیروکس خانم کارهای مخفیانه سورپرایزی میکنی؟ ببینیم چی از توش در میاد. وقتی اومدی میبینی. راستی ابراهیم اینا که تو این سورپرایز دخیل نیستن مگه نه؟ نه نیستن، این دفعه تنهایی. بالاخره خوبه. ببین الان از این سورپرایزت خوشم اومد. آدرس رو بفرست ببینم بعد کجا بیاد. باشه یکم دیگه میفرستم، اما دیر نکنی ها. خیلی میبوسمت. وقتی اومدم اونجا میبینیم زیاد میبوسیم. دمی ذهنمو به هم نریز، من قطع میکنم. آی اگه بدونم ناراحت نمیشی اذیت نمیشی این موضوع کامل برای تعریف میکنم. اما لیروکس خوش اومدی عشقم. انگار خیلی هم خوش اومدم. اما من الان این خوشگلی و مدیون چی هستم؟ چون که امروز اولین مشتری رو برای قسمت سازه آرتمیم گرفتی، میخوام جشن بگیریم. و اینکه من همیشه میخواستم با مردی که عاشقشم یه روز تو کشتی بگذرونم و غروب رو تماشا کنم. قبلا این کارو نکردی؟ یعنی قبلا تو کشتی غروب خورشید رو تماشا نکردی؟ با مردی که عاشقش بودی؟ اصلا هیچ وقت. چی کار کردی؟ از تو ساحل تماشا کردی با مردی که قبلا عاشقش بودی؟ دمیر الان داری رومانتیک بودنمو خراب میکنی. نه خراب نمیکنم. باشه آخه چرا یه مرد نخواد با این زیبایی غروب خورشید رو تماشا بکنه؟ خدا میدونه با کیا این کار خاصی بکنی. یعنی منظورم اینه که آدم با عشقش چجوری میتونه غروب خورشید رو تماشا نکرده باشه؟ امکان نداره. یا اینکه اصلا همچین کسی وجود نداشته. درسته میگم؟ شایدم اون آدم انقدر پرحرف بوده که هر دفعه غروب خورشید رو از دست دادن. بله پیامو گرفت. پس وقت رو تلف نکنیم. بفرمایید سوار کشتی بشیم. یعنی چی که فایده ای نداشت؟ چجوری هدیه ها فایده ای نداشتن؟ اونو اصلا تو زندگیشون تا حالا صنایع دستی دیده بودن؟ آره بعضی از اونا رو مادر بزرگ خدا بیامرزمون از مصر آورده بود، اما خب قدرشو ندونستن که مگه نه؟ راستش شایدم خوششون اومد، اما شاید چون نخواستم من پر رو بشم برام قیافه گرفتن. یعنی در هر صورت با من مشکل دارن، گفتن وای اینا خیلی قدیمیان فلانن و از این حرفا. من زبون اونا رو میکشم بیرون. میشنوی لیلا؟ من زبون اونا رو قطع میکنم به چیزایی که ما براشون فرستادیم میگن قدیمی.
دخترم بگو ببینم مادر شوهرت خیلی پیره؟ خب نه زیاد. من عکسشو دیدم، خیلی هم جوونه. اون مادر شوهر تو مثل چکش میمونه. من بهت گفته باشم اون زن آدمو پیر میکنه عزیزم، پیر. وای بازم عصبی شدم، وای بازم اعصابم داغون شد. میدونی اونا چقدر با ارزش بودن؟ خب در اصل برو خیلی خوبه، اما خب خونوادش خب هیچ کس کامل نیست مروه جون. خب من از برام خیلی دلخورم. جلوی خانواده‌اش منو له کرد، اصلا پشتم وای نستاد. یعنی اون همه چیز بهم گفتن اما اون اصلا ازم دفاع نکرد، فقط سکوت کرد. خانواده خودم هم پشتم نیستم، من قشنگی وسط تنها. لرویس، من باید یه چیزی بهت بگم. بگو. دمی لروکس، ایلول نامزد سابق من بود. یعنی چی؟ چی؟ ببین، اون دوست دختر من بود، مال خیلی وقت پیشه. بلافاصله بعد از اینکه نامزد کردیم از هم جدا شدیم. 2 سال پیش بود. ایلول، همون ایلولی که تو شرکته؟ یعنی شما دوتا تو با اون؟ ببین لروکس، میخواستم اینو بهت بگم. اگه مانعم نمیشدی بهت میگفتم. لروکس ببین، قسم میخورم که دیگه برام مهم نیست. یه رابطه‌ای بود که تموم شد. من الان باید چی کار کنم ها؟ من الان دارم کابوس میبینم. نه دمیر، هیچ کدوم از این حرفا واقعیت نداره مگه نه؟ بگو. من معذرت میخوام، واقعا معذرت میخوام. باید زودتر بهت میگفتم. تو صبر کردی برای گفتن این لحظه رو پیدا کردی. تو برای اینکه دنیای منو خراب کنی، برای اینکه این لحظه‌ای که جز آرزوهای من بود و خراب کنی، اینو گفتی؟ دمی، الان داری به چی فکر میکنی؟ به چیزایی که قراره با تو تماشا کنم. غروب خورشید، طلوع خورشید، ماه گرفتگی، ستاره‌های شمالی. لرویس، من اجازه نمیدم هیچ این خوشبختیمونو خراب کنه. قول میدم. تو هم دیگه نمیخوای چیزی بگی که اعصاب من خورد بشه، نه؟ نه نمیگم. اصلا نمیگی؟ ژاکت تو بردار لروکس. بدون عینک به آفتاب نگاه نکن لروکس. تو برف خط نزن لروکس. هیچ کدومشونو؟ هیچ کدوم. تو رو خیلی دوست دارم.
سلام، من لیروکس هستم. ایلور گندوزی. میخواستی تا آخر عمر منتظر تو بمونه؟ فقط چند ماهه که سهام شرکت رو خریدی. تو این مدت کوتاه چی میتونه عوض شده باشه دیل؟ همه چی. دمیر خوش اومدی. تو عاشق اونی؟ آره؟ بله. چرا؟ زندگیمو پای تو گذاشتم دمیر. تمام این مدت فقط تو رو دوست داشتم. چقدر خوششانسیم مگه نه؟ کاپیتان ما انگار خیلی آدم خوبیه. من قایق واسه 2 ساعت کرایه کردم، اما ببین اصلا صداشو در نمیاره. آره واقعا خیلی خوششانسیم. دمیر شدم من قایقو تا صبح کرایه کردم. کی این کارو کردی آخه؟ حالا بگذاریم. تو اونو بیخیال. گرسنه‌ای یا نه؟ آره یکم. تو چی؟ یکم. زود باش بریم غذا بخوریم. اما اینجا خیلی قشنگه. نمیشه اینجوری نمیشه. اول یه چیز سبک بخوریم بعدش چی؟ بعدش هم مهتابو تماشا کنیم. بعدش طلوع آفتابو. منظورت اینه همشو این دفعه ببینیم و تموم شه بره؟ واقعا که فکر بیزینسی داریم. تک فروشی نداریم اصلا. دیوونه. باشو بریم. اول باید غذا خورده بشه. براک
اومدم مطمئن بشم حالت خوبه یا نه. خب چرا؟ یعنی چی چرا؟ میشه یکم آب بیاری؟ آب خوردن. زود باش دیگه. گلیز جون واسه یه آدرس میفرستم، فردا میتونی بیای کمک یکی از دوستام، تازه اسباب کشی کرده. یکم اینجا رو نظافت میکنی، به گرد و غبار آلرژی داره. عالیه. شب بخیر. فردا یکی میاد کمک تا وسایل رو جابجا کنی. اگر چیزی خواستی میتونی بهش بگی. به سوالم جواب ندادی. سوال چی بود؟ چرا این کارو میکنی؟ چون آسم داری و به خاطر کارتونا همه جا رو گرد و غبار گرفته. یکی باید اینو حل کنه دیگه. دوبله شده در استودیو جیم. خب شما چرا اینجوری هستی؟ ما دمیر و تو چرا از آدم ها اینقدر فاصله میگیرین؟ راستش فاصله نمیگیریم، فقط از اون آدمایی هستیم که دوست نداریم کار و زندگی شخصی قاطی کنیم. یعنی همچین آدمایی بودیم. آها، پس فهمیدی. پس به خاطر همین امروز حالت بد شد. نه، جایی که رفتیم گرد و خاک زیادی داشت. تو همیشه دوست داری در مورد زندگی شخصی دیگران سوال بپرسی. اگه تو شرکت حالت بد شده باشه آره. دمیر تو این موضوع سابقه داره. سر لروکس هم همچین بلایی آورده بود. چون خیلی دوستش داره. دمیر به کسایی که خیلی دوست داره گیر میده. ببین، اصلا خوشحال نشو. رابطه من و دمیر تو گذشته مونده. دمیر دیگه پیش من بر نمیگرده. لروکس هم به هیچ وجه ترک نمیکنه. تو به خاطر آرتمین بهم زنگ نزده بودی مگه نه؟ دلیل اصلی لروکس بود. آره، نمیخوام ناراحتی لروکس رو ببینم، اما اینکه دمیر ادای آدمای کامل رو در میاره و برای خودش میگرده بیشتر اعصاب منو خراب میکنه. من فقط میخوام به همه نشون بدم که اینطوری نیست. پس برات آرزوی شانس میکنم، چون حتما لازمت میشه. ببینم چیزی برای خوردن هست غیر از آب؟ شاید کارامو کم بخواد بیاد. برای اینکه حوصله اونا سر نره باید دوستاشونم بیارن. رسما یه کشتی 9 تشکیل بدین دیگه. وای دمیر خیلی خوب نمیشه. چرا اینطوری فکر کردی؟ توی یخچالت موش بیفته سرش میشکنه. من خیلی از غذا پختن چیزی سرم نمیشه. این کارا رو همیشه. سالاد؟ من نمیخورم، اما تو بخور. خیلی تغذیه مناسبی نداری، برای همین برای تو خوبه. اونقدرام تغذیه ناسالم نمیخورم. تو چرا بیخیال نمیشی ها؟ از چی؟ ببین، من به درد تو نمیخورم. چی شد لروکس؟ وای، پله رو اصلا ندیدم. چند تا نقطه ضعف داره، اما بعضی چیزایی که میخواستم و ازش گرفتم، اما نه همشو. مثل دمیر خوششانس نبودم. تقصیر منه. تو اصلا مقصر نیستی. نباید وظیفه به این بزرگی به تو میدادم. اما انگار ما رو اون مراحل و خط کشیدیم رفتیم. لروکس قرار بود نگی، اما ببین باز حرف داره. منم میخوام همینو بهت بگم. حرف داره به اونجا کشیده میشه. بهم گفت امشب خونه باش مهمون نیاد. میخوام یه چیزی بگم.